ضرورتی پیدا شدنی یعنی عقیده ها آید به تکمیل دادن قانون مذکور آید به پیشنهاد کردن لایحه قانون مذکور در آن ظاهر می‌کردد که در اینجا پیش از همه ما باید شهروندان جمهوری ترکستان حقوق‌های خود را یعنی حقوق آزادی‌های شهروندان حقوق انسان که در ماده 5 کنستیتوسیون جمهوری ترکستان درباره همچون ارزش عالی حساب شده است باید دانیم. البته گذراندن چهارگانه‌های عمومی باید مقصدناک باشد. یک طلبات گروهی شهروندان حزب‌های سیاسی اتحادیه‌های جمعیت و اتحادیه دینی که می‌خواهند که یگان مقصدهای خویش را به طرز چهارگانه عمومی با حکومت جمهوری و مقامات‌های دستور دولتی پیشنهاد کنند باید در چارچوب قانون صورت گیرد و در این قانون پیش از همه ترتیب بررسی یعنی ترتیب برگزار نمودن چهارگانه‌های عمومی ترتیب تشکیل یعنی همین آن راه‌هایی که برای گذراندن چهارگانه عمومی باید سوا گردد پیشنهاد گردیده است. باید قید کرد که نوگانی‌ها در قانون پیشنهاد کرد در لایحه قانون پیشنهاد کرده خیلی زیادند. یعنی پیش از همه از تشکیل از تشویقات پیشکی بردن باید برگزاردن چهارگانه‌های عمومی درباره وقت جای شماره اشتراک جان چهارگانه‌های عمومی باید در عریضه که از طرف تشکیل کنندگان چهارگانه عمومی یعنی با حاکمیت محلی اجرای حاکمیت دولتی پیشنهاد کرده می شود باید پورا آورده شود. من فکر میکنم که هدف اصلی از قبول این قانون نو در تحلیل جدید این تنظیم و دقیق کردن بیشتری مسئله گردهمایی است، چون بالاخره همه درک کردن هم مقامات هم جامعه که دیر یا زود حتما در جامعه دموکراتیک که تاجیکستان خود را اعلام کرده باید چنین این مسئله مثل گردهمایی برگزار می شود و خوب است که همه مسئله دقیق باشد. حکومت داند صلاحیتش چی است، حزب‌های سیاسی دانند، شهروندان دانند، تشکیل کننده ها آگاه باشند از قانون و این به همه کمک میکنه. من فکر نمیکنم که هدف اینجا محدودیتی بیشتر است، چون مقایسه‌ای که من کردم از قانون قبلی و قانون الان قبول شده در بعضی مسائل بهتر شده است و دقیق‌تر شد معیارهای قانون. البته بعضی مشکلات وجود دارد. برای مثال تشکیل کننده باید 15 روز قبل از برگزاری راهپیمایی و گردهمایی باید که با مقامات دولتی عریضه پیشنهاد کند. شما تصور کنید که بعضی مسائل هست که ماهیت خود را در یک هفته در 3 روز حتی از دست می‌دهند. اون رویداد هست، پدیده با وجود آمده است، موقع گفته شده است باید که حزب سیاسی یا یک گروه از شهروندان پشتیبانی یا اعتراض خود را نسبت این موقع با برگزار کردن راهپیمایی و گردهمایی اعلام کنند. ولی وقتی که 15 روز قانون پیش بینی میکند این هم ماهیت مسئله را از بین میبرد و میتونه در این بین باز حالت دیگر با وجود بیاید.